نظر و سلیمان بی استقامت کننده کوچه هلال احمر شهر کولوب در یک نامه سرکشوده به وزیر مدافعه و وزیر مهنت و رئیس شهر کولوب خواسته است که نفقه پسرش را که در مناقشه یک سال پیش در مرز با قرقیزستان زخمی و معیوب شد بدهند. به نوشته مادرش جاویدان بوزرعلی در تاریخ 1 اکتبر سال 2020 با خواهش خودش به کمیسریت حربی ناحیه سینای شهر دوشنبه عریضه نوشته به خدمت وطن رفت. جاویدان بوزرعلی که در شهر بوستان ولایت سوق در گوارد ملی خدمت میکرد در تاریخ 16 سپتامبر سال 2022 پسرم هنگام مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان در رفت عملیات‌های جنگی زخمی شد. در تاریخ 28 سپتامبر تا 18 اکتبر سال 2022 در شفاخانه حربی ناحیه باباجان غفوروف با تشخیص جراحت از سلاح آتشفشان در موضع قفس سینه، از چپ با زخمی شوی شوش چپ، شکستن و بیجان شوی مابین بدن دست چپ و ویران شوی فونکسه دست پنجه، اینچنین یک چشمش نیز آسیب برداشته به شفاخانه مذکور بستری شد. سیلانبی نظر و می نویسد شوهرش از دنیا گذشت و اولادشان کم بزاد می باشد. این زمان فرزندش به معالجه طبی نیاز دارد. برای گرفتن نفقه معیوبیش به شعبه اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه شهر کولوب مراجعت کردم، اما ما را برای درست کردن حجت‌ها به اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه شهر دوشنبه روان کردند. اینچنین قید کردند که نفقه خدمتیان حربی باید از شهر دوشنبه داده شود. یگان یاد در بالا ذکر شده به ما یاری نرساندند. از شما احترامانه خواهش می نماییم که برای گرفتن نفقه معیوبی پسرم کمک کنید. امیدوارم که پس از سپارش شما شاید آنها از خواب بیدار شوند و به داد من سرسان و سرگردان رسند. گرفتن نفقه معیوبی این همه مشکلات ما را برطرف خواهد کرد. بار دیگر خواهش میکنم که به داد من کم بزاعت رسید. نوشته است مادر سرباز. این بار اول نیست که افسران و عسکران در مرز با قرقیزستان زخمی شده از دریافت نکردن کمک از جانب مسئولان شکایت میکنند. در مناقشه خونین روزهای 14 و 15 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از دو طرف بیش از 140 نفر کشته شده، نزدیک 450 نفر زخمی شدند. این درگیری ها خونین ترین مناقشه در تاریخ مناقشه های مرزی تمام آسیای مرکزی بعد از سقوط اتحاد شوروی دانسته می شوند.